درود به همراهان کلبه وحشت فیلاروس. من نجواگر هستم. بچه ها، قسمت قبلی و این قسمت یکی از پرهیجان ترین و پر استرس ترین قسمت های این داستانه. خودم بی صبرانه منتظرم ادامه‌ش رو براتون بخونم. فقط قبل از اینکه داستان رو شروع کنیم، توی کامنت ها یکی دوتا از بچه ها پرسیده بودن که بعد از اینکه حامد با جنای شیعه توافق کرد چه اتفاقی براش افتاد. بچه توافق جنای شیعه با حامد این بود که حامد جنگیر بشه و به افرادی که دارن توسط جنای کافر اذیت میشن کمک کنه. این تا اینجای کار. ادامش توی داستان مشخص میشه. بریم که با هم ادامه داستان رو بشنویم. فقط قبلش ویدیو رو لایک کنید و هندزفریاتون هم داخل گوشتون بذارید تا حس و حال داستان رو بهتر درک کنید. بریم برای ادامه داستان. قسمت قبل حامد رفت به پسر نجفی یعنی فرزان کمک کنه. متوجه شد که یه جن انرژی خار عاشق فرزان شده و داره ذره ذره این پسر رو آب میکنه. حامد تصمیم گرفت این جن رو از بین ببره. حامد تا خواست تصمیمش رو عملی بکنه، برقای خونه قطع شد و یک سری اتفاقات عجیب افتاد. بریم که ادامه داستان رو بشنویم. برقای خونه قطع شد. نور خونه به اندازه‌ای بود که میتونستم دیوارا رو تشخیص بدم و بهشون نخورم، ولی جلوی پامو خوب نمیتونستم ببینم. دستمو جلوی خودم دراز کرده بودم که به چیزی نخورم. آروم آروم داشتم جلو میرفتم که برای چند لحظه احساس کردم یه نفر از پشت داره بهم نزدیک میشه. سری برگشتم اما هیچ چیزی پیدا نبود. شدیداً ترسیده بودم. برای فرار از اون وضعیت چاره‌ای جز رفتن به آشپزخونه نداشتم. باید تمومش میکردم. دوباره به سمت آشپزخونه چرخیدم تا به راهم ادامه بدم. آروم جلو رفتم و وارد آشپزخونه شدم. دستم رو روی میز کشیدم. 2-3 تا ظرف روش بود. یکی از ظرفا که یه لیوان بود و برداشتم و زیر بینیم گرفتم. خودش بود. بوی سرکه میداد. خوشحال بودم از اینکه نصف راهو طی کردم. لیوانو برداشتم و به راه افتادم. خیلی آروم و با احتیاط راه میرفتم تا به چیزی نخورم و لیوان از دستم بیفته. هیچ صدایی به غیر از صدای راه رفتن خودم به گوش نمی رسید. همه جا تاریک بود، اما چشمام به تاریکی عادت کرده بودن. چند قدمی بیشتر از آشپزخونه دور نشده بودم که روبروی خودم اون طرف پذیرایی متوجه یه سایه بزرگ روی دیوار شدم. با دیدنش چند لحظه شوکه شدم و نتونستم راه برم. عرق سردی بود که از سر و صورتم پایین میریخت. کمی که دقت کردم فهمیدم چیزی که میبینم صرفاً یه سایه نیست. انگار جسم داشت اما به خاطر تاریکی نمیتونستم درست ببینمش. تنها چیزی که میدیدم یه حاله بزرگ و سیاه رنگ بود. نمیدونستم باید چی کار کنم. اگه به هم حمله میکرد کارم حتما تموم بود. نمیتونستم از کسی کمک بخوام چون میدونستم کاری از دستشون بر نمیاد. امید همه اونا به منه. با اینکه کار سختی بود ولی سعی کردم به ترسم غلبه کنم. باید هرچه سریعتر خودم رو به اتاق میرسوندم. تصمیم داشتم اون مسافت رو خیلی سریع طی کنم و خودم رو به اتاق برسونم. دست راستم رو روی دهانه لیوان گذاشتم تا سرکه ازش بیرون نریزه. هرچند یه قطره‌شم کافی بود، اما دوست نداشتم به هیچ عنوان از دستش بدم. اون لحظه قلباً از خدا میخواستم که اون جن بره سراغ فرزان و خودشو بهش بچسبونه. نفس عمیقی کشیدم و به راه افتادم. تمام حواسم به جلوم بود که زمین نخورم. به محض حرکتم صدای مهیب کشیده شدن یه جسم سنگین رو روی زمین شنیدم. صدا از آشپزخونه بود. دیگه از اون حاله روبروم خبری نبود. هر آن حس می‌کردم یه نفر داره از پشت بهم نزدیک میشه. همهمه عجیبی توی خونه به راه افتاده بود. مثل این بود که عده زیادی دارن وسایل خونه رو جابجا میکنن و به اطراف میکشونن. احساس میکردم اون وسایل دارن به طرف من کشیده میشن. هر آن صداها نزدیکتر میشد. صدای جیغه یه زن از فاصله خیلی دور شنیده میشد. انگار 100 متر با من فاصله داشت، اما به راحتی میتونستم صداشو تشخیص بدم.
انقدر سر و صداها زیاد شده بود که صدای گریه و جیغ خانم نجفی از اتاق بلند شد. اما خوشبختانه به سرش نمیزد که از اتاق بیرون بیاد. بالاخره اون چند متر رو با بدبختی طی کردم و خودم رو به اتاق رسوندم. از اونجا هم یه راست رفتم روی تراس و فوراً پریدم توی اتاق فرزان. فرزان روی دست آقای نجفی بیهوش افتاده بود. آقای نجفی تا منو دید با التماس گفت تو رو خدا یه کاری بکن. اما من واقعاً با دیدن وضعیت فرزان خوشحال شدم. دقیقاً همون چیزی بود که میخواستم. از اینکه همه چیز همونطور که انتظارشو داشتم پیش میرفت حسابی هیجان زده بودم. خودمو به فرزان رسوندم. فندکمو از جیبم بیرون آوردم و روشن کردم. با اینکه نور زیادی نداشت اما به خاطر تاریکی بیش از حد اتاق نور خوبی از خودش ساطع می کرد. همین که آقای نجفی چشمش به لیوان افتاد پرسید چجوری میخوای بهش بدی بخوره؟ این که بیهوشه. گفتم قرار نیست چیزی بهش بدم بخوره. نجفی پرسید یعنی چی؟ پس میخوای چی کار کنی؟ چرا رفتی آشپزخونه؟ حس کردم نجفی داره به هم مشکوک میشه. از لحنش میشد فهمید. البته برام مهم نبود چون فقط به فرزان فکر میکردم. برای کارم وسیله مناسب نداشتم. مجبور شدم سنتی عمل کنم. انگشتم رو داخل لیوان کردم. وقتی کاملا خیس شد فوراً بیرون آوردمش و یه قطرش رو توی بینی فرزان چکوندم. خیلی سعی کردم با دقت این کار رو انجام بدم. همون لحظه بود که انگار یه چیزی محکم به در ورودی برخورد کرد. با صداش من و آقای نجفی شدیداً یکه خوردیم و از جا پریدیم. بعدش صدای جیغ بلندی از پذیرایی شنیده شد. آقای نجفی با تعجب به من نگاه میکرد و میخواست یه چیزی بپرسه که یهو فرزان مثل کسایی که از آب بیرون اومده باشن نفس عمیقی کشید و سر جاش نشست. بعد از به هوش اومدن فرزان فوراً برق وصل شد و خونه از تاریکی مطلق بیرون اومد. آقای نجفی چراغ اتاق رو روشن کرد و برگشت پیش فرزان. به نظر می رسید حالش خوب باشه. فقط نفس میزد که اونم مهم نبود. میدونستم زود حالش خوب میشه. چند لحظه اول نمیتونست حرف بزنه. وقتی مطمئن شدم حالش خوبه تنهاشون گذاشتم. رفتم توی تراس یه سیگار بکشم و هوایی تازه کنم. واقعا بهش نیاز داشتم. از اینکه دست گل به آب نداده بودم احساس خوبی داشتم. تا قبل از اینکه وارد کار بشم هیچ وقت فکر نمی‌کردم بتونم درست انجامش بدم. دیگه اونجا کاری نداشتم. فقط باید پولمو میگرفتم و میرفتم. برگشتم توی اتاق گفتم آقای نجفی من دیگه باید برم. از جاش بلند شد و پرسید یعنی تموم شد؟ گفتم بله ظاهرا. نجفی پرسید میشه بریم بیرون حرف بزنیم؟ گفتم بله. با هم از اتاق بیرون اومدیم و با فاصله کمی از پنجره اتاق ایستادیم. آقای نجفی آروم گفت به نظرتون دیگه اتفاق نمیافته؟ گفتم نه. بهتون اطمینان میدم که اون جن رفته. نجفی پرسید از کجا میدونین؟ گفتم چون مرده. نجفی گفت واقعا؟ اگه اینجوریه از کجا معلوم که سر و کله دوستاش برای انتقام پیدا نشه؟ گفتم من بهتون قول میدم که همچین اتفاقی نمیافته. اگرم افتاد تشریف بیارید پیش خودم حلش میکنم. نجفی گفت خب پس حالا انگار باید تسویه کنیم. لحنش طوری بود که احساس کردم میخواد دبه کنه. با خودم گفتم یه پدری ازت در بیارم. با این فکر لبخندی زدم و گفتم بله دیگه الان وقتشه. نجفی گفت حالا چقدر باید تقدیم کنم؟ گفتم عرضم به حضورتون که یکم فکر کردم و ادامه دادم 500 تومن. برای یه لحظه چهرش کاملا تغییر کرد. ابروهاشو بالا برد و با چشای گرد کرده گفت 500 تومن؟ گفتم آقای نجفی نگفتم 500 میلیون که 500 تا 1000 تومنی. تازه فکر میکنم جون پسرتون بیشتر از اینا میارزه. کمی فکر کرد و گفت باشه حق با شماست. اجازه بدید برم از داخل براتون بیارم. کمی منتظر موندم و بعد از 5-6 دقیقه پولو برام آورد. البته با کلی اخم و تخم.
ولی من خوشحال بودم و هی لبخند می زدم. کیفمو برداشتم و خیلی زود از خونشون اومدم بیرون. خدا میدونه چقدر از گرفتن اون 500,000 تومان خوشحال بودم. دلم از خوشحالی قنج میرفت. اصلا نمیتونستم نیشمو ببندم. خودمو به خونه رسوندم. ماشین سورنو جلوی در پارک کردم. داخل کیفمو گشتم اما کلید در رو پیدا نکردم. زنگ زدم تا سورن بیاد در رو باز کنه. یهو متوجه شدم در ویلای همسایه بازه. یکم عقب رفتم و یه نیم نگاهی به داخلش انداختم. کسی تو حیاتشون نبود. تو یه کوچه هم پرنده پر نمیزد. غیر از خودم هیچ کس رو نمیدیدم. فکر کردم شاید یادشون رفته در رو ببندن. میخواستم خودم ببندمش اما بیخیال شدم. با خودم گفتم شاید عمدن بازش گذاشتن. همین لحظه مسعود اومد در رو باز کرد. انتظار دیدنش رو نداشتم. فکر کردم سورن بیاد. گفتم تو اینجایی؟ مسعود گفت پس کجام؟ گفتم کی اومدی؟ مسعود گفت 1 ساعتی میشه. پرسیدم سورن رفته؟ مسعود گفتش نه، سورنم هست. رفتم داخل. مسعود داشت در رو میبست که یه نفر از پشت در گفت ببخشید. مسعود دوباره در رو باز کرد. دیدم دختر همسایه پشت دره. برای دومین بار احساس کردم خیلی ازش بدم میاد. مسعود پرسید بله. یگانه گفت ببخشید گربه من اینجاست؟ با اون گربه لعنتیش داشت اعصابمو خورد میکرد. جلو رفتم و کنار مسعود وایسادم و گفتم بهتر نیست یکم بیشتر مراقب اون گربتون باشید؟ یگانه گفت نمیدونم چرا همش دوست داره بیاد تو خونه شما. حالا میشه یه نگاهی بندازیم؟ مسعود حتی یه نیم نگاه هم به حیاط ننداخت. با بیخیالی گفت نه خانم اینجا نیست. اگرم باشه خودش دوباره میپره تو خونتون. سلامتی گربه‌سا. یگانه گفت بذارید من یه نگاه بندازم. گفتم ای بابا خانم اینجا نیست دیگه، تازه همچین تحفه‌ای هم نیست که ما بخوایم بدزدیمش. مسعود رو به من گفت چه شکلیه؟ گفتم زرد بیریخت، ببینیش تا 2 روز غذا نمیخوری. یگانه گفت فعلا که همین گربه بیریخت و بالا کشیدیم. گفتم شما درست میگی، اساساً هرچی وارد این خونه بشه جزو املاک من محسوب میشه. یگانه با لحنی طعنه‌آمیز گفت ببخشید شما چی کارید که اینجوری قانون وضع میکنید؟ میخواستم جواب بدم که مسعود فوراً گفت جنگیره. یگانه نیشخندی زد و گفت آره اتفاقا بهشونم میاد. مسعود گفت خب دیگه به سلامت. در رو بست. عجب دختر لوس گوش تلخی. گفتم دقیقاً 2 شبه میاد اعصاب منو به هم میریزه میره. مسعود گفت ولش کن، تو کجا بودی؟ صورتت چی شده؟ پرسیدم کبود شده؟ مسعود گفت آره. گفتم هیچی بابا مهم نیست. رفتیم داخل و سورنم همین سوالو ازم پرسید. گفتم خوردم زمین. رفتم توی آشپزخونه و زدم زیر گوش غذایی که مسعود برام گذاشته بود. حین غذا خوردن فکرم رفت سمت گربه این دختره. مجیدم خودش یه گربه داره، همیشه میگه که گربه همبازی جناست. احتمالاً دلیل علاقه بیش از حد این گربه به خونه منم همینه. همش یادم میرفت تو همه اتاق افسون بذارم. برای خلاص شدن از شر این دخترم که شده باید حتما این کارو بکنم. بعد از شام رفتم توی پذیرایی پیش بچه‌ها. مسعود پرسید راستی تو کجا بودی؟ گفتم یه جنگیری داشتم. سورن پرسید گرفتیش؟ گفتم آره. مسعود گفت ببینم این جنگیری‌ها همیشه انقدر خشن پیش میرن؟ گفتم نمیدونم والا، به من چیزی نگفتن. امشب تا به خودم جنبیدم یارو پامو کشید و با صورت خوردم زمین. مسعود گفت من موندم تو چرا میخوای جنگیر باشی؟ اصلا چه سودی برای تو داره؟ چون یه سری جن ازت خواستن دلیل نمیشه حتما انجامش بدی. گفتم درسته یه ضربه به صورتم خورد، ولی در عوض 500 تومنم گیرم اومد. من نیمه پر لیوانو میبینم. مسعود گفت به نظر من که اصلا نمیارزه. در ضمن این بار زدن توی صورتت، دفعه بعد شاید انقدر خوش شانس نباشی. سورن گفت ولش کن بابا، این روانیه. اگه میخواست بفهمه تا حالا فهمیده بود.
گفتم ای بابا شما چه گیری دادید به من ها؟ مسعود گفت ابله، من به خاطر خودت میگم. تو دوست داری جوون مرگ بشی؟ میدونسته خیلی از جنگی را به طرز فجیعی میمیرن؟ همین چند وقت پیش شنیدم که یه جنگی رو توی ملایر از پنجره یه ساختمون چند طبقه پرت کرده بودن پایین. سورن پرسید جنا؟ مسعودم گفت آره، یارو منفجر شده بود. من وقتی شنیدم حسابی اعصابم خط خطی شد. از اون موقع تا حالا یه حس بدی دارم. حالا چه تضمینی است که برای تو همچین اتفاقی نیفته؟ گفتم خب چی بگم والا، لابد اون کسایی که منو انتخاب کردن خودشونم مواظبمن. مسعود گفت آره حتما. ببینم امشبم برات کاری کردن؟ میدونستم اگه بگم آره باور نمیکنن. کبودی صورتم همه چیزو لو داد. به ناچار گفتم نه. مسعود و سورن به نشونه تأسف سر تکون دادن. سورن بهم گفت حامد احمق جون، به خاطر خودت میگیم، بکش کنار. مگه تو جونتو از سر راه آوردی که اینجوری به خاطر چندرغاز داری خودتو به خطر میندازی؟ گفتم ولی من تا دیروز همین چندرغازم نداشتم. مسعود گفت تو هر وقت پول لازم داشتی بیا به من بگو. نمیخواد از این کارا بکنی. دیگه بحثو ادامه ندادم. من به هیچ وجه دوست نداشتم اون موقعیتو حداقل به خاطر پولشم که شده از دست بدم. تازه با حقوق کار جدیدم هم چیز زیادی گیرم نمیاد. سورن فقط به خاطر اینکه بتونه 2 سال دیگه دفتر وکالت بزنه این کارو با حقوق کمش قبول کرده. خودش بچه مایداره، نفسش از جای گرم در میاد. مسعودم که تکلیفش روشنه، مهندس واسه خودش. این وسط فقط من بدبخت بیچارم که باید یه جوری جبرانش کنم. حالا چه کاری بهتر از جنگیری که سرمایه مالی هم نمیخواد. تصمیم گرفتم همچنان به جنگیری ادامه بدم، اما مسعود و سورن رو کمتر در جریان کارم میذارم. با بچه‌ها تا ساعت 1 شب نشستیم و گپ زدیم و فیلم نگاه کردیم. من انقدر خوابم میومد نمیتونستم چشمامو باز نگه دارم. سورن مشغول پرونده هاش بود. مسعودم که نشسته بود به فیلم دیدن. جامو کنار پنجره پهن کردم و خوابیدم. چند دقیقه بعد بارون شروع به باریدن کرد. البته شدید نبود ولی بالاخره بارون میبارید. ساعت از 2 گذشته بود. خونه در سکوت مطلق بود. توی خواب و بیداری بودم که احساس کردم یه نفر داره آروم به صورتم میزنه. فکر کردم شاید سورن با هم کار داشته باشه. به زور چشامو باز کردم. اما دیدم سورن اون طرف اتاق نشسته و سرش به کار خودشه. انگار خیالاتی شده بودم. دوباره چشامو بستم. داشتم از خستگی بال میزدم. هیچی برام مهم نبود. چیزی از بستن چشام نگذشته بود که یه صدایی شنیدم. صدایی شبیه پچ پچ. مثل این بود که یه نفر تو حیاط داره یواشکی حرف میزنه و زیر لب چیزی میگه. محل ندادم و باز سعی کردم بخوابم که دوباره صدای حرف زدن و پچ پچ شنیدم. صداها هر لحظه بیشتر میشدن. چند لحظه بعد صدای گریه یه زنم به گوش رسید. دیگه نتونستم طاقت بیارم و سر جام نشستم. با دقت داشتم به صداهای دور و برم گوش میدادم. از دور صدای قرآن میشنیدم. اما ساعت 2 بود و تا از آن کلی مونده بود. سورن بی تفاوت به صداها مشغول خوندن پرونده توی دستش بود. اما من خیلی ترسیده بودم. برای همین صداش کردم. پرسید چیه؟ من از ترس خشکم زده بود و دوباره توجهم به صداها جلب شد. سورن یه تیکه کاغذ گوله شده رو پرت کرد طرفم و گفت چته؟ وقتی کاغذ بهم خورد حسابی ترسیدم و از جا پریدم. دست خودم نبود. نمیتونستم جلوی ترسمو بگیرم. با این حرکتم سورن زد زیر خنده. یه ریز میخندید. به اندازه کافی به خاطر صداهایی که میشنیدم عصبی و نگران بودم. حالا سورن هم داشت با خندهاش بدتر منو عصبی میکرد. چند ثانیه گذشت اما سورن همچنان داشت میخندید. بهش گفتم بس دیگه نخند، اما ولکن نبود. کمی که گذشت دیدم خنده های سورن دارن غیر طبیعی میشن. همینجوری با تعجب بهش نگاه میکردم و اونم به طرز وحشتناکی میخندید. فهمیدم یه خبراییه. انگار اصلا اون سورن نبود. برگشتم به سمت پذیرایی نگاه کردم. دیدم مسعود توی گوشش هدفون گذاشته و اصلا حواسش به ما نیست.
سورن از خندیدن دست بر نمی داشت. انقدر ترسیده بودم که چند قدمی عقب رفتم. به دستای سورن نگاه کردم، دیدم به جای 5 تا انگشت 3 تا انگشت عجیب و کلفت داره. دستاش پر از مو و سیاهن. از ترس زبونم بند اومده بود. همینطور عقب رفتم تا به دیوار خوردم. دست و پاهم سست شده بودن و نمیتونستم بلند شم. تا اینکه سورن از جاش بلند شد و سعی کرد به طرف من بیاد. اما حرکتش خیلی کند بود. این قسمت همین جا به پایان میرسه. منتظر قسمت‌های بعدی این داستان باشید. نظرات خودتونو راجع به این داستان یا داستانای دیگه توی قسمت کامنت ها برای من بنویسید. تک تک نظراتتونو با عشق میخونم. مراقب خودتون باشید تا قسمت بعدی و ویدیوی دیگه. خدا نگهدار.